پیغمبری بزرگوار ورق زدم. باور کنید 80% صحابه پیغمبر حکم به نماز را به کفر کرده. 80% پیغمبر اصحابش به نماز کافر اعلان کرده. من لم یصلی فهو کافر، من لم یصلی فهو کافر. کسی نماز نمیخونه کافره. اون کافرای ابد قدرت در پیشانشان کافر نویسگی نه. وقتی ایمان به خدا نداری، وقتی فرمان خدا را اجرا نکردی، من حال تو اون خدایی که امر کرد که نماز خوان نخواندی، من میبرم پیشو. بنابراین راز من میخوام از برادرات گوشم که مردک نماز میخوان نمیخوان. راست بگه میخوان نمیخوان؟ نمیخوان. بینه بنده های خدا امروز پیش خدا رو چی جواب میگوید؟ من میپرسم نماز میخوان، من دیگر از دستم هیچی نمیبیاید. من فقط دعا میکنم خدایا رحم کنه که در حالی بنده الانی بنده به جسم و جسد پیشش میرود. خدا